با شکم گندت خداحافظی میکنی اگه این 5 تا غذا رو استفاده کنی. شماره 5 موز. موز فیبر بالایی داره. فیبرش از نوع فیبر مقاوم و پکتینه که باعث سیری طولانی مدت میشه. کالری خیلی کمی هم داره. سرشار از پتاسیمه که کمک میکنه به کاهش احتباس آب. شماره 4 دانه چیا. هیدروفیلی که چند برابر وزنش رو آب جذب میکنه. منیزومی که داره مانع پرخوری عصبی میشه. ویتامین B3، نیاسین و تیامین دونه چیا باعث سرحال‌تر شدنتون طی روز میشه. در کل اشتهاتون رو خیلی کم میکنه و به دستگاه گوارش کمک میکنه. شماره 3 آب گرم همراه با لیمو به سیستم گوارش کمک میکنه تا سموم دفع بشه. از طرفی به کبد کمک میکنه تا چربی‌های اضافی رو تجزیه کنه. شماره 4 خیار. 95% خیار رو آب تشکیل میده و بدن رو هیدراته نگه میداره. پس به بدن کمک میکنه تا آب اضافی و سموم از طریق ادرار دفع بشن و باعث کاهش نفخ میشه. شماره 5 تخم مرغ. تخم مرغ یه سوپرفود فوق‌العاده است که سرشار از پروتئین، چربی‌های سالم و مواد مغذیه. به خاطر پروتئین بالایی که داره، سیری بیشتری رو به همراه میاره. اگه به عنوان صبحانه استفاده بشه، کالری روزتو کلاً کم میکنه. متابولیسم رو میبره بالاتر. راستی تو ذره تخم مرغ هم مثل خود سفید هزاران چربی مفید و سالم وجود داره که میتونه باعث سلامت مغزتون بشه.